البته بیننده های عزیز یادوار میشیم که استاد در همین جا هستن. البته نام آنهایی که باید تحفه یا که مکافات آزادی را دریافت کنند حتما در وبسایت آزادی هم در سایت azadi.org البته نشر می شود و اونهایی که نام خودشون را در سایت ما میبینن البته در هر وقتی که برایشون مناسب است، در هر وقتی که خواهند آمده از اداره رادیو آزادی در دوشنبه این تحفه ها را، این مکافات را دریافت میکنند. استاد عزیز، یک بار دیگر تشکر برای این همه آزمون و جنبستی آزمون و طوری در آغاز صحبت هم گفتم بسیاری از خواننده های ما از طریق سایت azadi.org، از طریق صفحه آزادی در فیسبوک و همچنین از طریق اسکایپ چندین سوال ها را برای شما فرستادن تا که پاسخش را از شما به عنوان شارح ورزیده ورزش شنوند بفهمند و اینجا بهترش که ما به بخش سوال و جواب با خواننده ها گذاریم. استاد بسیار خوب. استاد، من وقتی همین سوال خواننده ها را ورق می‌زدم اکثریتشون درباره المپیاد 2012 هم در لندن بود و اکثریت اونا این سوال کردن که واقعا ما با چه چیزی از اونجا برخواهیم گشت. تشکر. من که در چند المپیاد شرکت کردم و باید اولا بگویم که تاجیکستان در مدتی هم در زمان شوروی و هم در زمان استقلال تاجیکستان همگی 8 مدال به دست آورده است. 6 مدال این در زمان شوروی بود و 2 مدال در زمان استقلال تاجیکستان. آناتولی ستارستین در پنجشنبه معاصر 2 مدال طلا به دست آورده است. یوری لبانوف 1 مدال طلا، 1 برنجی، این در قایقرانی کانوی دوکاسه. اندری عبدولیف در گرز اندازی سال 1992 در بارسلونا و زیبونیسا رستم و در کمانوری مدال برنجی سال 1976 در مونترال کانادا. و چنان که آگاه هستید در پکین در المپیاد پیشین سال 2008 یوسف عبدالسلاموف اوید به گشتی آزاد مدال نقره و رسول باقیف اوید به گشتی جودو مدال برنجی به دست آورده بودند. این دفعه تا امروز همگی 15 ورزشکار تاجیکستان صاحب راهخط به المپیاد لندن 2012 شدند و اینها را اولا به شما معرفی میکنم که 4 نفر از رشته بوکس هستند. اینها انور یونوسف، جهان قربانوف، صاحب جان نظرف و موزونه شوریوا. 4 نفر دیگر از رشته گشتی آزاد یوسف عبدالسلاموف، اسکندر رستم، سلیم خان یوسفوف و نیکولای نویف. 2 نفر دیگر اوید به ورزش سبک این گرز انداز دلشاد نظرف و دونده به مسافه های 100 و 200 متر ولادیسلاوا اوفشارینکا. 2 نفر دیگر اوید به گشتی جودو رسول باقیف و پرویز صابیروف. 2 نفر اوید به تایکواندو WTF یا اینکه VTF، اینها علیشیر گولوف و فرخود نیمتف و 1 نفر اوید به شناوری کاترینا اسماعیلووا به مسافه 5 متر با طرز آزاد. از اینها 6 نفرشون در المپیاد پیشین شرکت ورزیده بودند. اینها یوسف عبدالسلاموف، رسول باقیف، انور یونوسف و جهان قربانوف، دلشاد نظرف و کاترینا اسماعیلووا می باشند. و چون که گفتم 2 نفر صاحب مدال شده بودند، یوسف عبدالسلاموف و رسول باقیف. اصلا آنهایی در المپیاد صاحب مدال می شوند که آنها در مسابقات پیشین، یعنی در مسابقات قهرمانی جهان یا چون که میگن چمپیونات جهان باید که جایزه به دست آورند. اگر در خاطر داشته باشید پیش از المپیاد پکین هم رسول باقیف و هم یوسف عبدالسلاموف در مسابقات قهرمانی جهان، یکی یوسف عبدالسلاموف مدال نقره و رسول باقیف مدال برنجی گرفته بودند. عیناً همین حالت تکرار شد در المپیاد پکین. ولی متاسفانه این دفعه ما چنین ورزشکاری نداریم در حیث 15 نفر که در مسابقات قهرمانی بغیر است 2 نفری که مدال های برنجی گرفتند. این موزونه شوریوا و انور یونوسف در رشته بوکس دیگر قهرمان نشدند، مدال نقره نگرفتند. یعنی 2 نفر امکانی به دست آوردن مدال را دارند. این انور یونوسف و موزونه شوریوا از روی اون نشانه‌هایی که من به شما گفتم. بعداً چند نفر دیگر هستند که تجربه انداختند و آنها تجربه کافی دارند و شاید این المپیاد برایشان المپیاد آخر باشد. من در نظر دارم یوسف عبدالسلاموف رو که او برای مدال تلاش خواهد کرد. رسول باقیف رو هرچند که رسول باقیف
حالا در ریتینگ نهایت در جایهای از رقیبان اصلی خود پایان است پس از 20 و جهان قربانوف اینچنین میتواند برای مدال مبارزه برد. 2 نفر من در رشته تایکواندو BTF هم و به نظر من یک 2-3 مدال باید ورزشکاران ما از المپیاد پکین به دست آورند و حالا همه آنها آمادگی میبینند، آمادگی خوب میبینند، چی در کشور ما چی در خارج کشور و موافقی مثال همان قدرت و امکانات خود تلاش می‌ورزند که مدال به دست آورند. دلشاد نظرف باشد نتیجهش با مدال حالا راست نمی‌آید و او در مسابقات پیشین با سبقت نهایی راه یافته بود. این دفعه هم او با سبقت نهایی راه می‌یابد ولی با گمان است که صاحب مدال شود. این است پیشگویی‌های من و شاید پیشگویی بگذار که با حقیقت راست نآید و قهرمان المپیک پیدا شد. البته ما هم در اینجا نشستیم انتظاری مدال های زیاد چی برنجی باشد چی نقروی چی طلا. به هر حال این یکی از خواننده های روس‌زبان ما با نام رسول نورماتوف در سایت روسی رادیو آزادی سوال خودش برای شما پیشنهاد کرده است و در اینجا نوشته است که نرزولا لطیپوف اولا شما را با عید خبرنگاران رشته ورزش تبریک میگویم و به شما سوال این است که چرا از نگاه شما در طول این 20 سال ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال طلا در المپیادها به دست بیارند؟ تشکر کیومرث. من عیناً چنین سوال رو به زبان تاجیکی هم در سامانه اینترنتی دیده بودم و این سوال البته سوال خیلی مهم است و با این سوال یک بار جواب دادن هم مشکل‌تر است. ولی میگم که قهرمان المپیک تولید کردن به کمال رساندن در تاجیکستان بسیار مشکل است. برای اینکه پیش از همه مبلغ گذاری خیلی زیاد در کار است. برای یک قهرمان المپیک مثلا در روسیه بیش از 4 میلیون دلار صرف می شود و این رو حساب کردن در کشورهای دیگر هم. برای همین در زمان شوروی برای اون قهرمان‌های المپیک پیدا شدند که شرایط بسیار هم خوب داشتند. آنها نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام قلمرو شوروی مشق می‌کردند و بیرون از آن. امروز ببینید ما در تاجیکستان حالا شرایط کامل برای آن که ورزشکاران بلند پایه را به کمال رسانیم آنقدر نداریم و برای آن که قهرمان المپیک به کمال رسد ما باید که پیش از همه بعضی المپیک داشته باشیم. متاسفانه تا حاضر در تاجیکستان بعضی اردوگاهی المپیک موجود نیست و زمان شوروی اردوگاهی خوبی بود برای قایقران‌ها، برای ولاسیپدران‌ها، برای کمانوران. من در نظر دارم در تاجیکستان، ولی حالا اینطور نیست و زمینه هایی که برای قهرمان المپیک باشد نیست. ولی در رشته‌های علاهیده و مثل گوشتی ما میتوانیم که قهرمان‌های المپیک به کمال رسانیم. برای این ما ورزشکاران داریم که طبیعتاً یا چه میگن که او خداداد است و مثل باقیف ها و مثل سید مومن رحیموف ها و دیگران ما میتوانیم به کمال رسانیم. ولی برای آنها نیز مبلغ زیاد ضرور است که آنها مشق کنند، تمرین کنند، در مسابقات زیاد شرکت ورزند و شرایطشان خیلی خوب باشد. من کیومرث یک چیز رو باید بگم که امسال خوب است که رئیس جمهوری تاجیکستان بعضی از بیزنسمن ها یا تاجران برای مقامات محلی و مثل حکومت شهر دوشنبه برای جایزه داران بازی های المپیک مکافات ها تأسیس دادند. البته مکافات این بسیار خوب است، گران ارزشی است. ولی من هم یک پیشنهاد دارم. بفرمایید. از سبب آن که ما در طول من 20 سال استقلال دولتی تاجیکستان از تاجیکستان قهرمان المپیک نداریم، خوب می بود به نخستین قهرمان المپیک از تاجیکستان عنوان از همه بلندی کشور ما قهرمان تاجیکستان داده شود و یا در این المپیاد لندن پیدا می شود یا در المپیاد آینده بگذار به نخستین قهرمان المپیک از تاجیکستان عنوان بلند قهرمان المپیک داده شود. این پیشنهاد من است. البته
امیدوار هستم که اونایی که ما رو میبینن میشنون میخوانن البته حتما سر این موضوع فکر خواهند کرد و این موضوع بهتر است که به بحث کشیده شود تا حد نظر دیگران هم پرسیده شود و شاید هم حکومت و هم اونایی که در ساحه ورزش تجربه دارند به یک خلاصه به یک نتیجه بیان. استاد اونها هم کم نیست از حساب خواننده های ما که میخواهند دانند که آیا شما هم به المپیاد لندن میروید یا نه؟ البته به المپیاد لندن رفتن این آرزوی نه تنها ورزشکاران مربیان بلکه ژورنالیستان خبرنگاران هم هست. بله. من در المپیاد پکین شرکت داشتم و از حساب کمیته بین المللی المپی بود به حیث رئیس اساسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان در آنجا شرکت کردم. همین یک لایحه داشتن آنها با کشورهایی که از جهت مالی کمبغل هستند با آنها کمک می‌کردند. بله. ولی ما پرسان شدیم امسال این گونه لایحه نیست و هرچند که ما کوتا داریم جای داریم ولی مبلغ نداریم تا حالا. از جهت دیگر کدام ژورنالیستان میروند اصلا اونجا از تاجیکستان ژورنالیست بسیار نمیرود برای اینکه اونجا جای محدود است و برای همین در کمیته ملی المپی سخنگوی هست او باید رود سخنگوی و عموما باید هیئت ورزشی تاجیکستان مقامات و مسئولین ساحه اندیشه کنند که این بازی ها در تاریخ میماند و این بازی ها رو باید که اولا سری وقت و خوانندگان و شنوندگان و بینندگان تاجیک هم پیشنهاد کرد، بعدا برای تاریخ باید که ثبت کرد اون چیزها را. درست. باید فرستونن ژورنالیستان رو ولی شمارش به من معلوم نیست متاسفانه.